سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. اومدیم با کشور چین 80% جهان رو فتح کنیم و روز دانش آموزی رو بهتون تبریک میگم. امروز روز دانش آموزی بوده. حالا نمیدونم شما کی این ویدیو رو میبینی، ولی الان نمیدونم چند آبان 1404. نمیدونم دیگه شما کی قرار این ویدیو رو ببینین، یا شاید هم همین روز باشه یا همین امروز، معلوم نیست. اوکی، میخوام با چین بریم 80% جهان رو فتح بکنیم. بریم لیتس گو رو متوسط بازی. بفرمایید ببینید، نگی رو آسون گذاشته این نوب سگ و اینا. البته نوب سگ که هستم، این اونقدر هم بازیم خوب نیست، ولی خب حالا نریم ویدیو رد کنیم بگین نوب سگی، نه دیگه، در اون حد بازی بلد هستم. چین همین جا هست دیگه، درسته؟ آره، تازه باریکم بالاتر. بله خب، ما به عنوان چین، من خیلی کم توی قاره آسیا پلی میدم و خب به خاطر همینم الان یکم غریبم، نه اونقدر توی بازی، نه در واقعیت. خب سریع اینجاها رو بگیریم. بچه سعی کنین نیروهاتون کم نیاد، یوهو نگیرین، یواش یواش. خب چه منطقه خوبی هم گیرمون اومد، همینجوری داریم دراز میشیم. خب اوکی، خب گرفتیم. و حالا میگین شما چرا این تیکر رو یه 3-4 ثانیه 10 ثانیه نگه داشتیم؟ بخاطر یه میم که میخوام بعدم بسازم. حالا بعدم خواهی فهمید چه میمیه، تو چنلم خواهم گذاشت. خب اینجا میفهمیم که ایشون دارن کشور گشایی میکنن و بهش میگیم ما هم داریم کشور گشایی میکنیم، بیا مال ما. و منگولستان، بچه میخوام مغولستان رو به منگولستان تبدیل کنم، یعنی منگولستان. روی این چیز خیلی تمرین کردن، روی این حاجی نمیتونم اسمشو بگم، روی این همین جمله که گفتم که مثلا فان بشه. خیلی خب، حالا میگه اوکی، سیتی میزنیم. اینم بخورین ما بخوریم، شما میخورین ما بخوریم. با مغولستان که قرار به منگولستان تبدیل شه فعلا دوست میشیم. حوصله ندارم الان با منگولا به جنگم. منگول ها قصد توهین ندارم اونقدر، خب ولی خب اینم فتح میکنیم و گینده شدیم، گیشاد شدیم، خیلی گینده شدیم. هوا هم داره سرد میشه و بچه هفته بعد پنجشنبه تولدمه، یعنی 22 آبان. فکر کنم 9 روز دیگه، تا جایی که مامانم گفت. حالا نمیدونم، اصلا خودم هم تحقیق کردم ولی نمیدونم بازم کامل. شاید آره، شایدم نه. پول اضافه واسه بندر نداریم، چه جالب. حالا بندر میزنیم. بندر کشورمون بندر داره. چین خودش اونجاست، خب ایندیا هم اینجاست دیگه. خیلی داریم خرت و پرت یا نیرو از دست میدیم. یه دونه سیتی میخوام دوباره بزنم این تیکه و این ایندیا رو سری ببینیم میتونیم فتح بکنیم. فعلا با ایندیا دوست میشن. وای حواسم به کشور گشایی نبود. بس سریع باید الان کشور گشایی بکنیم. دارن کشوری رو میگه اوکی، دارن ایران رو میگیرن و ما نمیتوانیم ساکت در اینجا بایستیم. ایران رو کسی نباید میگرفت، معذرت میخوام، اما من دیگه رو ایران غیرت دارم. و بله، با اینکه الان نیروهم به چخ میتونستم بدم، سری کشور گشایی میکنیم، میگشاییم کشور را، خیلی گشاد میکنیم. کشور گشایی
خیلی دیگه گشایی. با منگولستان دوستیم. خب حال میده. حالا موشک سازان چیه؟ وات دفعه. خب ایشون بندر دارن، دوتا هم دارن. اینجا ما میخوایم سیتی بزنیم ولی میگم بیلاخ پولامون به چخ میره. الان موشکی باید، الان میخوام سم لانچر بزنم. یه 100 تا نیروی این رو بگیریم. یه سم لانچر اینجا بسازم. خودشو مومن. خب قزاقستان مال ما شد. حالا غذای ما شد قزاقستان. و دیالوگای شانسی و چرت و پرت میگم. خب دیالوگ یادم. اوکی. به اینجا پدافند نه، اینجا میذاشتی. چرا؟ خب گند زده یا نداره. عمان نیروها ما کمن و لطفاً وارد نبرد با یک قدرت نشوید. آجی عمان چرا انقدر داره ارتشش میره بالا؟ اوکی بریم واسه یه حمله به عمان. با اینکه اشتباه بزرگی بود، نباید این کار میکردیم. گند زدم. بسیار عالی. با منگولستان دوستیم. اینم بیا با هم دوستیم. ناموسم بیای دوستیم. اوکی عمان رو گرفت این اسلام ریبیت آف ایران. به اسلام آف ایران. اجتماع تبدیل شد به کشورگشایی موقت که کشورگشایی اصلا کار خوبی الان نبود، ولی خب دیگه کردیم. خلاصه الان این تیکه بزنم جمعیتش میچوسه. بذار بزنیم جمعیتش به چخ بره. بله جمعیتش به شوخ عظما رفت. اینو بخور. تمام شد. ایزی. ستاد مبارزه با دیلند. چیه دیلند؟ چیه حاجی؟ کشور اسم انتخاب مثل آدم انتخاب. خب اینجا هم یه دونه پدافند میزنیم. دفاعمون کار میکنیم. و بچه حمله هایی دارن خطرناک میکنن و حرفم پس میگیرم. به قاره آسیا خیلی عادت دارن. واقعا راحت میشه کشور بگشایی. بریم بیشتر بگشاییم. این منگولستان داره منگول بازی در میاره ها. منگول بازی در نکن. خب اوکراین با همون دوست نمیشه. خب و عربی سعود رو گرفت. ما بسیار بهش زیبایی میگوییم چون از عربا خوشم نمیاد. خب از عربا کلا خوشم نمیاد. نه نژاد پرستی، خوشم نمیاد از آدمشون. ولی آدمای شریفی دارن عرب. آدمای خیلی شریفی دارن. ولی خب من از آدمای شریفشون خوشم میاد. از اون آدمای چندش به در نخورشون، چون اخلاقشون یکم به در نخوره. خب میخواستم همین الان بگم اوکراین الان میتونه تومه خوبی برامون باشه. حرفم پس میگیرم. اصلا نمیتونیم تومش کنیم چون تومه شد. و بومنه دیری دیری دی جمعیتم داره به چخ میره. ده یه دونه شهر دو دونه شهر را همین جوری بره بالا. نمیشه که تو با من دشمنی کنه. خب کشور معذرت میخوام ایران، خیلی معذرت میخوام ازت، ولی واقعا معذرت میخوام. اما انتقامت را میگیرم. واسه این کار باید کامل آماده. من خیانت نکردم. چرا خیانت کردم؟ خب این 100,000 میفرستیم به اینو میخوریم. چه باحال موشک زد.
عیب نداره دیگه. حالا بچه جوگیر میشه یهو منگول بازی در میاره. اسمش هم منگولستانه. تو رو جانمون رو فتح کن. بله بسیار زیبا. و منگولستان یعنی مغولستان تبدیل به منگولستان شد. خیلی زیبا. حاجی من چرا اینجوری چرا فتح میکنم؟ انقدر دیر یعنی چرا انقدر کشورم اینجوری دیر گشایی میشه؟ حاجی چه کشوری شده؟ اما ساخت و ساز کم کرده و من ساخت و ساز نکردم. فهمیدم اینا که اینقدر ساخت و ساز میکنن کجاشون در میارن. در نمیارن، فتح میکنن آقا جان، فتح. اما بعضی اصلا واقعا میسازن. فقط فازشون چیه؟ طرف نمیخواد دفاع کنی داداش، دارم میخورمت. رفتی مردی، تموم نشدی هنوز. این منگولستانی که هست اینجا هم حتی منگولستانه. منگول داره کشور قرمز میخوره. فیلیپین، ما فیلیپین هم میخوره. کیلدوزی. نه فیلیپین یه چیزایی هم هست. خب میخوام نرف نزنم. ببینیم نرف نزنم آقا. یعنی چی نرف؟ یعنی چی؟ خب ما چرا باید نرف بزنم؟ خب سیتی سیتی یه جوری هم بزنم. یا یه سیتی دیگه میخوام بزنیم به 1 میلیون. اوکی واسه این کار نیاز به یکم ریسک داریم و معذرت میخوام. پدافند. آها خب به چخ رفتی؟ چرا تو که اصلا اسمت روسیه نیست، چرا الان تو پرچم روسیه داری؟ کپی اسکی رفتی یا نمیدونم، اطلاع ندارم. اگه شما میدونید بگید. بچه یه چیزی بهتون بگم، اگه با این ویدیو حال کردین و جذاب بود لایک کنید و سابم بکنید برای اینکه ویدیوهای بیشترم رو از دست ندین و ویدیوهایی که میذارم رو از دست ندین و لایک کنید که بفهمم از این سبک ویدیوها خوشتون میاد یا نه. اگرم تونستین از منطقه ایران کل دنیا رو یا 80% دنیا رو فتح بکنید یا وین بکنید حتما کامنت بذارین و بگین که من بدونم آیا کسی که این ویدیو رو میبینه تا حالا همچین رکوردی زده که من زدم یا نه. تو من رکورد نزدم و بهتون بگم من جر ندیم بگین چرت و پرت نگو. نزن وای زدش با اون همه جمعیت. انتقام میگیرم و خاک بر سرم. یکم فکر کن. بسم الله الرحمن الرحیم. رسید فیلیپین به چخ رفت. اینجا هم بریم به چخش بدیم. به چخ رفت فیلیپین. به چخ رفت. خب همونجا که فیلیپین واقعا به چخ رفت. خب و بچه ها لایک اگر حال کردی و از این ویدیو یا از این سبک ویدیوها دوست دارین لایک کنین و اگر حال کردین و خوشتون میاد از این ویدیو حتما لایک کنین. سابم بکنین که دیگه ویدیوهای بعدیم رو از دست ندین. مثلا اگر این ویدیو رو ببینید ساب نکنه شاید ویدیوهای بعدی مثل فتح ایران یا گیم پلی های آنلاین رو از دست بدید. یا اگرم درخواستی دارید مثلا گیم پلی بازی گرانی که من به خدا گرانی 1 و 2 و 3 رو تموم کردم و میتونی مثلا نظر بدی، مثلا بگی برو گیم پلی گرانی 1 گرانی 2 یا هر بازی که دوست داری فقط تو موبایل. فعلا سیستم ندارم. سال بعد اگر بتونیم پیشرفت بکنیم و اگر شما قول بدید لایک و ساب بکنین آره پیسی گیرم میاد. خب مرکو ککس برشه فرس. حالا اینجاست که وای ریدم، معذرت میخوام، اشتباه کردم آقا، بیا دوست نمیشینه به درک بیا برو بخور. اصلا قصدم این نبود.
خب بچه گند زدم یکم، یه مقدار بازی رو به چخ دادم و بله جمعیت را به چوس بند کردم. بیا بخورم تا اونجایی که میتوانم و تو بخور. بله تو هیدروژن بخور، منم تو را میخورم و خودم انتقال میدم به این. چرا نقطه گذاری کردی؟ یاروی بخورش. بیا اینجا هم بخور و بله بچه دیگه من مطمئن باشم لایک و ساب میکنین دیگه. لایک و ساب کنین، نه به خاطر اینکه مثلا من پیشرفت کنم، پیشرفت میکنم ولی هم با لایک و ساب میکنین انرژی میگیرم و بیشتر از این ویدیو میذارم. و اگرم حال نکردی و خوشت نیومد لایک و ساب نکن دیگه. آره دیگه منم خوشم از این ویدیو نیاد لایک و ساب نمیکنم، بهتون حق میدم. ولی اگر خوشتون اومد لایک و ساب کنید دیگه، عشقای منید. خب میریم ادامه ویدیو. ساب بکنید تا ویدیوهای دیگه هم گم نکنید. لایک هم کنید که بدونم از این سبک ویدیو خوشتون میاد یا نه. یا توی کامنت ها به هم بگین که آیا تونستی همچین رکوردی بزنید. رکورد که نه باز بهتون بگم، ولی خب بتونید منطقه ایران وین بگیرید یا کل جهان رو فتح کنید تو نظرات بگید حتما. و حتی درخواست بازی هم میتونید بدید. خب منطقه ایران رو گرفتم، یعنی منطقه‌ای که الان توی زندگی میکنم و من بیرجندم. بله همینجوری تو رو میخورم تا هم هیدروژن بخور. عجیب پشمو گینده شده. خب اینو میخوره هیدروژن. آیا تال 100 کی واقعا رو تلفات میده واسه خوردنش؟ نمیدونم واقعا میده نمیده، نمیدونم. مثلا بازی منطق نداره. تو بازی چه انتظارایی داری؟ انتظار داری بازی 4 بعدی خفن پر منطق باشه که حتی دنیا واقعی هم بیشتر منطق داشته باشه؟ ندارشه. بازی خفن همجوریه که فقط تو بگیری همه رو فت بکنی بخوری کیف کن. خب این یه کشور ایسلند ریز کوچوله، کشور نروژ دیگه. نروژ نوشته ولی خب ما حالا میگیم نروژ. داره میگیره، جمعیتش اصلا نمیخوره ولی خب میخواد بخولتش و چه تلاش هم کن. نروژ هم هیچی نمیگه بهش. چه جالب. کاش به ما هم اینجوری هیچی نه. الان تو به من میزنی؟ خب آخه من پدوفند احمق، پدوفند شاسکول تیر میزنه. حاجی نگاه کنیم الان تو چرا نزدی؟ نگاه کنیم مثلا فکر کنین این تیکه که الان یه سازه میزنن، مثلا اینجا موشکه. خب اونا میدونی کجا رو میزنن؟ اینجا رو مثلا میزنن. دقیقا هم تیکه که الان قرار سازه بسازن این تیکه رو میزنن. یعنی یعنی طرف داره موشک میزنه به یه جا دیگه کلا میزنه. جوری نمیزنن که بگه آقا خطا رفت علائم نداره. نه مثل خدا وکیلی من دیگه چیزی ندارم بگم ولی به چخ حاجی ما چه عجب پدافندامون درست کار کردن. از این رنج تونست بزنه. پشمو خوبه دیگه. مثل اون موقع نبود که اینجوری داره رد میشه به در و دیوار تیر میزنه. خب حتی اینجا در دیوار نداره. چی میگن؟ چقدر چرت و پرت میگن. خب بریم. موشک چرا میزنه؟ خب داداش های آسیب بلسونی به روح و بر فرض که بگیم حالا حواسش نبوده. تو دیگه چی میگی؟ تو حواست نبود نه؟ اوکی. اینم برخورد کرد. بسیار زیبا. خب من لا اله الا پدافندامه. یعنی پدافندای من به روایت تصویر مارکوس بخشی مارکوس. آره اصلا فکر نکنیم به چیزی که گفتم.
مارکوس، این اسمش مارکوکوه ولی خب ما میگیم مارکو. این چه کاریه؟ خب من دلم خوشحاله که دارم همه فت میکنم و تو یه موشک میزنی وسط من. پد و فندام احمق در حد موز. نه خیار کم باهوشه. مثلا کاج، درخت کاج مثلا فکر کنین 50 تا آیکیو داره، بعد این پد و فندام 12 تا آیکیوشون. چی تاجی با این چقدر باحاله. نه تو چی نروژی ها؟ مثلا به تو چی کار دارم؟ آره بخور پشم، آره بخور، دمت هم گرم، بخور، همینجوری منم تو رو میخورم. آره عالیه، زیباست. لازم نیست دو طرف زحمت بکشم، بیشتر بخور. ما نروژ، خب الان من چیکار به تو دارم؟ نه تو بگو، من میخوام بدونم الان من به تو چیکار دارم. ایرسلند هم میاد اینجا، حالا خب تو چیکار میکنی اینجا؟ این هنوز زنده است؟ حتی اون نیست، شاید اون باشه، نمیدونم، اطلاعی ندارم. اطلاع ندارم. حاجی این چه وضع وسط کشورم؟ جمعیت هم لا لا الله 49% تا حالا زمین رو گرفتم. بگیر دیگه. خب بچه من ویدیو رو استاپ میکنم. خب بچه همونطور که داریم میبینین من میخواستم بکم وایسم. نگاه کن موشک داره همجوری میره مثل خیار داره پد و فندام نگاه میکنن، مثل خیار دارن نگاه. خب بچه من وایسم بکم ویدیو طولانی نشه، جمعیت هم سریع بره بالا و هنوز آنچنان نرفته بالا، همجوری دارن موشک میزنن و ما گفتیم که بریم سریع تو قاره آمریکا نفوذ کنیم. چگونه؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. بزنیم بچه پرو رو. آره به کی داره حمله میکنه؟ بخور بخور بخور، جمعیتت به چخ بره. ماشاءالله. بریم اینو بگیریم. میخوایم اینجوری جزیره به جزیره یوهو بریم تو آمریکا. مکزیکو گرفته آمریکا رو. این کیو گرفته؟ آمریکا به چوخ رفت یا نه؟ این آمریکا درسته؟ نه ولی آمریکا فکر کنم به چوخ رفت. بله چی شد الان؟ رسید نرسید؟ لا خدا. بچه من تا موقع این دریا نوردام نفوذ کنن ویدیو رو استوب میکنم. نه ولش کن، استوب نمیکنم، لذت داره. دین دیره دی. حالا من چه در ماهنگ میذارم؟ بزن 2 تا تیر، هر کی نرسه بزن. خب ایرسلند به چوخ رفت. قشنگ میبینید همینجوریشم. ما یه جمعیت گیندوک میفرستیم، یکی دیگه هم این تیکه میفرستیم. این نیرو کمکی بود. الان دوره بخوریم چون پد و فندام آیکیوشون 0. تازه رفتن تحقیق کردم و فهمیدم آیکیوی پد و فندای من 2، یعنی در این حد. بزنین. البته آیکیوشون 2 نیست بچه، دلیل اینه که پدافندا با موشک اتم رو 100% میزنن، موشک هیدروژنی رو 50% احتمال داره بزنن و نرف رو یخش هیدروژنی رو 50% احتمال داره بزنن، ولی نرف رو خیلی کم، یعنی 25% مثلا. مکزیکو رو یه نرف بارون بکنیم و بله انشالله که هیچ پدافندی در سر راه ما نیست. حتی نرف پدافند مدافند نمیشناسه. کشور خودمون خورد. بله بله 60 کی شد. خب بریم سریع بخوریمش. از این طرف بریم بخوریم و اون حالا باید کم کم اون جاهای هیدروژنیشو بخوره.
نرف خیلی چیز سنگینیه. آی آی خدا، ای بابا تو کی دیگه؟ بخور آفرین، بخور آفرین، آفرین. نروژ، آره یا حالا ما میگیم نروژ. جمعیتی تو اندازه این حتی نیست، نمیتونی به این مقاومت کنی. نداره، من واسه دارم مقاومت میکنم. خب 300 تا میفرستی داداش. و شما قاره آمریکا مال ماست. بله، خود آمریکا وجودی ندارد، وجود خارجی دارد. این وجود خارجی نداره، داره. بخشید چی میگم. خب اینم میگیریم، از این طرف هم بریم بفتحیم دیگه. قشنگ مکزیکو قشنگم را فتح بکنیم. خب بچوخ رفتی مکزیکو. ممنون که تا اینجا بودی و در نبرد من بودی ولی خب بچوخ رفتی دیگه. چقدر زیبا داری از 5 طرف خورده میشی. البته من دارم از 5 طرف خورد میخورمت. او جاساز کردی توی هیدروژن. هیدروژن اینا الان همشون مکزیکو هن. مکزیکو وسط کشور من، چقدر باحال. میبینی مثلا باحاله. درسته باحاله دیگه. آره باحال، نه باحاله. آره باحال. به این میگن کشور. اینم بگیریم. حالا یه چیزی هست قبل اینکه ارتشون رو به چخ بدیم یه کار ایمن سازی میکنیم. حالا برو بچه. دین دیرین دیری 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 بودو بودو بودو. برو 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 برو. اونم فرستاد. خب نه نفرستاد، خدا شکر. بله دین دیری دیری. بخور. بودو بودو بودو. من حوصله چیزا رو ندارم. بعد برم تامنیل بنویسم. مشق خداشون ندادن، بیشتر خوندنی دادن چون روز چیزه دانش آموزی. ولی خانم اصلا مشق ندادن یا خوندنی ندارن حالیش نیست. حتی خیلی گرفاق کنه فقط خوندنی میده. خب تو رم میخوریم. تو رم سری دون دورو دورو دورو. بودو 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 بودو. برو برو برو. ای من خدا لعنتتون بکنیم. من شما رو حلال میکنیم، حلالتون نمیکنم. بخور دیگه اینو. یعنی چی خور؟ شما درگیر شدیم. برو برو برو. دیری دیری دیر. خب یکم اهمیتمون رو میدیم به این دیگه و کشوری به نام نیوزلند رو میخوریم. اصلا نیوزلند نیست، این وست آنکترد چفه ها زادش. اسمی چه اسمی الان باز خود گذاشتی؟ مثلا اهمیت نمیدم. فقط میدونم 400 تا داری و من یه 300 تا دیگه میفرستم. یه 300 تا دیگه میفرستم. یه 200 هم میفرستم که قشنگ یه خوردنتو قطعی کنم. بله رسیدین؟ ای من توف توی شانس. چی زد شما رو؟ بریم اینو بخورین. خب اوکی، ممنون گایز که این ویدیو رو تماشا کردید. لایک و ساب یادتون نره. لایک و ساب یادتون نره تا ویدیوهای بعدی. خدا نگهدار. البته یه چیز دیگه هم بهتون بگم. قبل اینکه برین حتما کامنت بذارید بگین آیا تو تا حالا از منطقه ایران تونستین فیلم بگیرین یا نه. خدا نگهدار. ممنون که تا اینجا بودید. خدا نگهدار. 3 بار گفتم خدا نگهدار. ای بابا.